زنات اوقات بیو دیگه سوز گچ مسئله داره مکا ما ای انا دلش جان چویا بزن سلامت باشی رحمان خوش اومده مهمونا رحمان نازی انگار سوزه سلام علیکم خوش اومده مهمون نازن یانگه سوزن تینجی ما همسیفاشیم خوش اومده خوش اومده چند قشید نیومده بودیم گفتیم خوب کردین اومده خوش اومده زنات همو همسیفای گفته بودم که هوایی رفتیم بسم بیا الله الرحمن الرحیم کارا خوبه دیگه اسفندیو خدا را شکر دلش جان همه ناز عیشمو چیکار کار رحمان برسه شکر رحمان گشت موسوستا کم سخت باید نه الان میگم که تو ای مرغ خونگی باشه ولی با میخورم اول کاشکش ده گیره عزیز کاشکا یانگا زور میپذور کچکرا گیره با حضور اوش شوا او بومیویم بومیویم تو پلنگ همین میگن که در ترکیب تخم توجیکی میگن که تمام ویتامین و کالری ها هست همین خلاص همه مرغ تاجیکی رو تخشه میگی تخمشه درست میگی او گفتگی تو ماهیه کالسی بسیار داره میخوری زونا دور میشه نکن گوش کده که اگر میگن که همه تخمه آدم خراب رنگی ما بوده نیم کلاژن همه آدم بخوره ویتامین دار میشه بوزبالا میشه اگه هوای میگم مرام رنگ شما فربه شوم همه تخمه ما بخورم چی گفتی همین را که گوش که ایجی بیا ایره راست گفتی نه درسته با شرطی که امری برات بدگی کو سیر باشه اوه همسوی چخه سازی تینجی اینم مادر جان ته و انگروی باقی پدر جانا آخه که خدا گاب نیست وای با پدر ده یا برا گاب نیست بگی یکی از سیوا کپوس کو بخریم سیوای باقی دادم سیوای باقی دادات اینا میدونم ما امروز خاطر دیدی همین تلفن همین جمونم خوزی زنگ بزنن نای راسیا میدونی چی یا ما بقپم خودم نغلطونی با یا میدونی چیه یک این روز روسیگا همین خرسان میبینم تا هم خرسان میشم که یا تا سیو بگی زن این مهربانی رو بی سیوای باقی اوتام چه خوشبختیم خمون زنک جان خلیش نه خوشبختیم همه همی خوشبختیم ها اری اوتا جونه که خدمت میدونم مرا روی خاطر هم اوتاد گرفته بودم ترا گوساله رو آو دادی گوساله رو بیچ خیخش راه گوساله اوتام خریده گیره آو دادو مردک جان دادو گوساله اوتاد فهمیدیم بازی چرا میگم سرکچه فربه شده یا همین روزی درجه نصیب باشه زنک جان هم سرکچه رو میکشیم جورو رو همون فیراد میکنیم یک گوش بیرم نغز میشه ده نه هیچ که نگفته در درجه پرجنی بزی اوتام خریده گیره هیچ که نمیکشه او را اوتاکم خریده گیره زنک بیزور کدی فهمیدی بیزور کدی گوساله رو میگم که آو دادی گوساله رو میگم چیه گوساله رو اوتام خریده گیای خیلی سرکه رو کشتن در کار سرکه رو نه چخه نشه اوتام خریده گیای خیلی از سیو تی بخیرم نه سیو را این درخت را این باغ اوتام شنونده گیای حالی من ترا ساز میکنم قطعی همی باغتم قطعی همی خونتم تو نازدار مردا این چی کاری کردگی تو بود؟ ها چی کاری کردگیت بوده؟ سخ میرسیده ایتا سخ میرسیده الان خیمورم سخ میرسه وقتی شده میگفتی که گوی اوتامای چکه نشه بزی اوتامای چکه نشه سیوار نچی باغی اوتامای نه باغ زدیم همش عرق کردیم فروختیم اینا گوی اوتتا فروختیم بزی اوتتا فروختیم همه را فروختیم زنک همه مال ملکی اوتام فروختی با این استاره برای چی آورده تو؟ همین خونه اوتات ساختگی را چپه میکنیم یا خونه نو میسازیم کنی با میبینم تا کنی چی میگی؟ خونه اوتامای با میبینیم تا بیا بزن دو تاری کداره شاید نغمه دو تاره سری دل نبرا زنک جا بیو زنک مانجور بیجا بیو پیش ما بیو ها ایجا بیو خای چه کنی مردک جون؟ خونه گفتی خونه اوتام گفتی اینا خونه اوتات همه را چپه کردیم خونه نو ساختیم خونه ها مخکول چید
خانم مردک جان مخول شیده هرچی که همی زمینی اوتن بوده اگر نیت دگیجا خونه می سختی همین تلویزیونی بیچاره چه گناه داشت که هم تلویزیون را سوزوندی ها؟ آخی مردک این که کنابکش جقیدم گیریو نشید تو کنابکه را نجقیده ای تو یگان سیم کشیده کندگی وای کنابکش نه وای سیم کندگی نمیبینی؟ نه مردک نمی استگ همی سیم شم کشیدم که سیمش کن شما فقط زنکو هم سیم شم میکشه نکنه نمای چیزا را میدونی که ما را چند سوم خریدگیم ما برو با پول قیمت خرید آوردگیم او مردک تلویزیون برای تماشا کنی برای چیه دیگه برای سیمش کشیدن نیست کو اخی خب پول چه ده جای سازمان پول چه ده جای سازمان وچدنم خیلی کار داره شما جزیر میکنه فقط ما چیکار میکنم اینا که به تلویزیون ای مردک از سبت ویرونه که کم جان که اونا مردک همسایه فراد که میگیره سازش میکنه فرادش کدام موزی میویا خانه کدان کدا با شرطم جان کنی کتیمو شما را اگر هم خیلی نکنه تلویزیون تپید میکنه پرتوین او بیا برو درو خونه لابا بیا اکا استو فهمیدی اکا؟ بیا اکا السلام علیکم سلامتیات خوبه اکا استو همه شما نازه میشه تینجای خب تینجای اکا این همی گروسی گپ زنا گیرت تلویزیون هم سیمش کم کشیده کنده پایت کدام در کور خود پایانینگ داری اخی ها شروع پایت کدام میتونی اخی تلویزیون قیمت های اخی شروع پایت کدام میتونی اخی ها خیلی او خمنه میشه بزیب کو بزه باشه میتونو تلا نکوخی چطلا میکنی؟ ما اهمیت نمیتیم خود رفته ای چنگه بی ای چی بپای چشمو تا کلام کشو ای نگاه کن یا دیده سی کی کدای چنگا کسی کدای نکدای که وظیفه تا اجرا کن تست شب دوار ای بالا میدونی یا مهمان میاد یا رزمان میاد آدمیه خود دای بالا میدونی توزه دست سازه که بسیار گپا کم که بسیار گم میزنی که ما این میترسم خودم توزه کدام میگیرم همش تویجه را کدام بدم سهاره کنم تشمونده دوار همش توزه که تست همین دیتش توزه میگیرم من میرم من دیگه خطیت زندگی نمیکنم میرم من گوشتم چی؟ میگم من میرم توزه کنم با میرم جو میری با؟ میرم من دیگه خطیت زندگی نمیکنم تمام من بس دیگه خطیت زندگی همین روزی برام من دیگه خطیت زندگی تمام ببینم من الان تا داخل ای سرت منعمل افتم خونه من گفتم خطیت دیگه زندگی نمیکنم تمام برای چی؟ چه برای چی؟ دست بگی نخواب دست من نخواب میرم مرا بی ایجاد چو کدای تا که زندگی نمیکنی؟ چه چو کدای؟ برای چی زندگی نمیکنی؟ چی معقول نیست تا؟ چی معقول نیست؟ ای سر تو بگرم با کار کنه تو دبیره بگردی همین معقول میشه با آدم دا تمام نمیکنم گفتم نمیکنم تو اره هم یک کاری خونه قدیم از زندگی نمیکنی میرم تاچ نمیکنی نمیکنم انیق نمیکنی نقص فکر کن انیق نمیکنم ای براو نه که زانوات احتیاط کن زانوم احتیاط کنم؟ اگه چی ده خدمت زانوم احتیاط کنم من؟ برای که با سر زانو زده پیش ما هم میاییم